فرقیتی بسیار نمیکند просто کمتر ناراحتی میشد ناراحتی به معنای چی که وقت ما زیادتر برای گرفتن ویزا میرد پیش ما درباره این فکرم نمیکردیم حاضر وقتی زیادتی میشد که با هم مقامات رفتم ما باید ویزا گیریم این وقتی ما صرف میشد یک دویمش کمتر با خراجات مالیوی میشد برای گرفتن ویزا خیلی از ما نرخش نمیدن لیکن خراجات البته میشد همین ناراحتیش همین در پورگی به فکر میکنم زیاد هم نیست اگر در مثال جمهوری ترکیه مثال این وضعیتی که از کسایت مسئله دیگر مثال گزارش کرد اگر در جمهوری تاجیکستان ما آوردن محصولات ترکیه مثال دشوارتر میشد و این چنین نرخ و نواها زیاد میشد و مثال ما همچون صاحبکارا میخواهیم که خیلی که پیشتر بود بگذار همه شود و آوردن محصولات مثل پیشتر شود و نرخ و نوا همون قدر پستر شود و فروش آن زیادتر میشد. یعنی قانونایی که وابسته با بیزنسمن و با صاحبکار قبول میکنم با فکر من اینجا что صاحبکارایم جمع کردن در کار پرسیدن در کار همین با ضرر وایم یا با فایده بیزنسمن میشد لیکن اینجا فقط بیزنس با بیزنس وابسته نیست به فکرم همین گفته بودن که آدمایی که شنگنسکی ویزا دارن با قانونی که حاضر میبرن یگون ضررش نیست با آدمایی که شنگنسکی ویزا دارن لیکن شما میدونید که شنگنسکی ویزا آسان نیست گرفتن خیلی چی گفته میتونم من گفته میتونم که اکونومیکای مملکت ما از روی صاحبکارا بسیار ضرر میبیند ما просто сезонно میبریم که من یک کوارتال به یک بار رفتم میبریم همین چیزا قریب پیش ما هر مو میرفتیم بیزنس ما действительно وای بود خوب بود حاضر ما ممکن 3 ماه یک بار رویم 2 ماه یک بار رویم روچی اکنون همین خمیشد که ما زمستون که آوردیم فکری تابستون باید کنیم باز یک بار دیگر شنگنسکی ویزا گرفتن ما در کار یا چه خیلی اگر که ویزا دارم همین خیلی شده است دست اگر سالش با ما 5 بار 6 بار روید 5 بار باید ما ویزا کنیم همین برای که این ویزا داده میشه قریب بسیارتر یک ماه یک ماه با ما یک بار رفته میبیاییم این زیاد نمیرویم همونجا رویم اما از 3 روز تا یک هفته میستیم ببینید این نرخ ویزا هم حساب کنیم با لباس و چیز خودمو با بالای همین مونیم باز مجبور میشیم که قیمت را فروشیم همون چیزا خوب نه با من مضمون همین طلبی که اتحاد اروپا از ترکیه آید جاری کردن سیستم ویزا دارد مضمون رو من نفهمیدم تا حال در یگان دولت اروپا تاجیکانی پیدا شدند که با افراطگرایی یا با ترور مشغول باشند و آنها توسط ترکیه به آنجا نرفتند و خیلی خوب میشد اگر همین طلبات خود را اتحاد اروپا به ترکیه نسبت سوریه بیان میکرد زیرا از سوریه هزاران طرفداران ایگیل و حتی طالبان گذشته به بیملال به اروپا رفته ایستادند و باید من با باورتان بگویم که اگر همین طور شود البته حصه مالهای تولید ترکیه در سیستم تجارتی تاجیکستان و دیگر دولت‌ها خیلی کم خواهد شد و من بعد اگر وضعیت دیگر گردد مثلا باز اگر سیستم ویزگی پیدا شود برای ترکیه پر کردن همین موقعی از دست رفته آسان نخواهد بود.